البته را این رنج و مشقتی که در حیات ما خصوصا مردم مسافر و مهاجر آمده است، اینها امتحان و سنجش الله هستند. ما باید اینا یقین بدانیم الله رب العالمین بنده ها را حق داره که چنین مشقت ها، چنین دشواری ها، چنین مشکلی ها قطعی امتحان و سنجش کنه. حتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایتی که این حدیثی صحیح است فرمودند که ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. از همه پربلاترین شخصیت ها، از همه شخصیت هایی که امتحان و سنجش سخت از بالا گذراندن، اینها پیغمبرهای خدا هستند. بعد از پیغمبرها شخصیت هایی که به پیغمبرها نزدیک هستند، البته صالحین، انسان های اهل علم و علما، دوستای خدا، بعد از آن مؤمن ها و مسلمان ها. یعنی الله رب العالمین این بنده ها را حتی در دوام حدیث پیغمبر بزرگوار گفتند خداوند هر یک شخصیت به اندازه ایمانداریش امتحان و سنجش میکنه. هر شخصیت، یعنی در دعوای این که من مؤمن هستم، من مسلمان هستم، خداوند این بنده ها را سنجش میکنه. البته در روز میثاق الله رب العالمین به ما عهد کرده بود، یعنی از ما عهدنامه گرفت که الست بربکم، آیا من رب شما، پروردگار شما، آفریدگار شما، خلق کننده شما، خدای شما، صاحب شما نیستم؟ البته همه انسانیت اون روز یعنی صاحب عقل بودن، همه یعنی اون لحظه به پروردگار عهد کردند، گفتن بلا انت ربنا و رب العالمین، بله تو پروردگار ما و پروردگار همه عالمیان هستی. البته وقتی که به دنیا را آمدن، یک گروه مردم از روی فتنه و فساد دنیا، از روی یعنی شهوت شده، از روی شیطان شده، از روی غرور دنیا شده، از روی تنی سعت و جوانی شده، این عهد پروردگار را شکستند. مولانا میفرمایند دنیا طلبان ز حرص مستند و همه، موسی کش و فرعون پرستند و همه، آن عهدی که با خدا بستند و همه، از بحر درم جمله شکستند و همه. یعنی بسیاری بنده های خدا عهد خدا را شکستند. البته رو انسان هایی که ضعیف الایمان هستند، انسان هایی که فاسق هستند، انسان هایی که از راه شریعت دور هستند، اونها را خداوند این چنین امتحان های سخت نمیکنه، اونها را به اندازه سبکتر. اما من و شما شخصیت های مؤمن ها و مسلمان ها، شخصیت هایی که نماز میخوانیم و یعنی الحمدلله که روزه میگیریم و امر و نهی پروردگار را رعایت میکنیم، خداوند ما را امتحان های زیادتر میگیره. الله رب العالمین در سوره یعنی عنکبوت میفرمایند که ابتدای آیت هاش استعیذ بالله الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. صدق الله العظیم. الله رب العالمین در ابتدای این آیت میفرماید که آیا مردم حساب میکنن اینکه پروردگار اونها را به حال خودشون میگذاره، یعنی داخل جنت چون میکنه، حالا آنکه اونها را امتحان و سنجش نکرده است. ببینه پروردگار اینجا یعنی دلالت داره که حالا آنکه من این بنده ها را امتحان و سنجش نکردم، اینها فکر دارن که یعنی از امتحان و سنجش من ناگذشته یعنی مفت و رایگان داخل جنت میشوند. حالا آنکه ولقد فتنا الذین من قبلهم، حالا آنکه ما امتحان و سنجش کردیم، پروردگار میگه شخصیت هایی که پیش از شما بودن، امت های گذشته، پیغمبر های گذشته، همه اونها یعنی از امتحان های سخت پروردگار گذشتن. خداوند اونها را سنجش کرد. به چی خاطر سنجش کرد؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا اینکه پروردگار بدونه کدامش بنده صادق است، بنده حقیقی است. و چی خاطر خداوند امتحان میگیره؟ و خاطری که با ما را پروردگار امتحان میگیره که کدام ما بنده واقعی هستیم و کدام ما بنده یعنی ضعیف الایمان. مولانا میفرمایند که آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دم با بندگان، تا با ما را نماید آشکار، که چی داریم از عقیده در سرا. الله رب العالمین حق داره که بندش چیکار کنه؟ سنجش کنه، تا اینکه کو در دلهای ما آیا ایمان ما حقیقی و واقعی هست یا نه.